الحمید. بسیار خوب کار است، خود اینم اینجا بد است. نه دعا چرا بد باشه؟ خیر ما گفتم خوب است. اقرار سرش میکنی که خوب است؟ گفت بله بالکل خوب است. ما گفتم که خوب است. پیغمبر کرده یا نکرده؟ برش معلوم بود یا نبود؟ از همین گپ بر ما با پیغمبر همین خوب معلوم بود یا نه؟ ولی اگر بگویی که معلوم نبود، نعوذ بالله نسبت جهل به کی کردی؟ اگر میگی که نه معلوم بود، مجبور هستی که بگی که پیغمبر معلوم بود. بله با پیغمبر معلوم بود. ما از تو سوال میکنم کرده یا نکرده؟ که معلوم بود، کاری خوب بود، کرده یا نکرده؟ مجبور است. اگر بگوید که نکرده، خود دلیل سرش ثابت میشه که تو چرا میکنی خیر. اگر کاری خوب بود، خب اول لمبر کی میدانه؟ پیغمبر میدانه، تو خود نمیدانی. اگر میگی که نکرده، خود سر خود ثابت میشه. اگر کرده میگی در سندشه. در کدام جای گفته؟ در کدام جای ثابت است که پیغمبر علیه السلام کرده؟ امیر برای ما ثابت کو. قطعا نمیتونه. مجبور میشن دیگه. بدعت این امیر میگه که تو عقلت میگه که اینی هم در دین داخل شوه، ثواب داره، در حالی که پیغمبر نگفته، نه ترغیب داده، نه بیان کرده و تو میگی که نه ثواب داره. دین کامل است در زمان پیغمبر یا چیزی پرزه هایش ناقص مانده؟ شما بگوید. قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین برای شما کامل کردم. خب وقتی که دین کامل است، ولی گنجایش داره که من از جان خود یک پرزه را زیاد بسازم؟ ها؟ قطعا نمیتونم. میرسیم بخیر ان شاء الله در این آیت. باز اونجا تشریح میکنیم که بدعت چقدر بدی داره و در حدیث چرا بدیش بیان شده. سوم چیز در مسئله محرمات است، یعنی استفاده از شرمگاه ها. الله تبارک و تعالی اصل در فروج حرمت آورده، یعنی اصل در فروج شرمگاه ها حرام است. کسی از او استفاده نمیتونه تا وقتی که دلیل شرعی پیدا نشوه که تو استفاده میتونی. سعی کنی غیر از کنیز و زنی که به عقد شرعی گرفته میشه، دیگه کل شرمگاه ها چیست؟ حرام است. این دو چرا حلال است؟ بگوی شریعت امر کرده. زمانی که ازدواج صورت میگیره مطابق همون شرایطی که شریعت مقرر کرده که او رضامندی جانبین است، ایجاب و قبول در بین صورت بگیره، حضور شاهدان موجود باشه، مهر مقرر شوه، آلی دیگه این ازدواج شرعی است، آلی بری تو جایز است. و یک کنیزه که تو میگیری در جنگ، پاچای اسلام حکم بکنه به کنیز بودن از و بعد از او در بین مسلمان تقسیم کنه در حیثیت که کدام کنیز رسیده، آلی تو از او استفاده کرده میتونی. بس شریعت دو مورد برای ما جایز کرد، خیر و خلاص، دیگه موارد منع هست. ولی ما نمیتونیم که نه اصل بگیم دهی اباحت است، نه اصل دهی حرمت است تا وقتی که شریعت برای اجازه نداده باشه. پس اشیاء سه قسم شد. اشیای ضروری زندگی انسانی مثل خوردن، نوشیدن، لباس، مسکن، اصل دیا چیست؟ اباحت. تا که شریعت منع کرده نمیتونی. اینجا یک موضوع دیگه خوب شده یادم آمد، در کتابای فقه نوشته میکنه 7 چیز یا حرام است خوردنش یا مکروه است. در او جمله 7 اعضا میگه، کلپوره رم قطش میگه، اما در یک حدیث پیغمبر منع نکرده. خیر چطور؟ ما گفتیم اصل در اشیای خوردنی و نوشیدنی چیست؟ تا وقتی که دلیل موجود نشوه ما چیزی را حرام گفته نمیتونیم. از دو خاطر یک قول ضعیف است، نادرست است. بله کدام چیزی که ضرر برای وجود انسان داره او به دلیل دیگر حرام شده، لا ضرر ولا ضرر، نه ضرر برای خود است نه برای کسی دیگره. کاری را انجام بده که سبب به ضرر نشوه. علی مثلا خاک پاک است اما خوردنش چرا حرام است؟ بگه پاک چیزی پاک است، به خاطری که ضرر داره از او خاطر حرام شده. دلیل پیدا شد که اینی ضرر داره حرام شد به دلیل. تا که دلیل نباشه ما او را حرام گفته نمیتونیم. قطعی تفکیک در بین سه چیز بسیار مسائل پیچیده و مغلق براتان حل میشه. و مفهوم بدعت قطعی او ملاهایی که قطعتان بحث میکنه قطع از هم شما چی میکنی؟ دلیل گفته میتونه. برات میگه وی لاسپیکر بدعت است. این چیزی چی نیست، ثواب نمیدانه. کسی که در لاسپیکر گپ بزنه ما میگیم اگه به لاسپیکر گپ بزنه ثواب نداره، اگه در لاسپیکر گپ بزنه ثواب داره. کسی عقیده داره؟ ما این جزء دین ندانستیم، یک وسیله است، یک وسیله است استعمال میکنیم. تو باید بدانی یکی جزء دین جور کردن است، یکی وسیله است. که بخیر پشت سر بحث بدعت هم میاد آیت بدیع السماوات والارض. در اینجا الله تبارک و تعالی برای ما فرمان داد که در دنیا در روی زمین همه نعمت‌ها برای شماست او شما نفع گرفته میتونی. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات.
برای منفعت شما الله قصد کرده طرف آسمان و 7 آسمان الله پیدا کرده. زمین پیش از آسمان پیدا شده، اما کوها را وضعیت زمین کیفیت زمین برابر شدن بعد از پیدایش آسمان هاست. این کلش برای منفعت انسان. و هو بكل شیء علیم. الله تبارک و تعالی بالای تمام چیزا علم داره. مصلحت هر چیز کی میدانه؟ الله. این به منزله دعواست که الله بالای هر چیز علم داره. چرا ملائک علم نداره؟ جنیات علم نداره؟ پیغمبران علم نداره؟ پشت سر کی کدام آیات ها میآید؟ امی عرصه چیستا دعواها را رد میکنه که کسی میگه، کسی که میگه جنیات علم داره رد میکنه در این آیات، کسی میگه ملائک علم داره اینجا رد میکنه، کسی میگه پیغمبر علم داره رد میکنه. در بین مخلوقات همی 3 طایفه برتر طایفه است، یکی انبیاء علیهم السلام، یکی ملائک و یکی هم چیستا مخلوق دیگه جنیات است. ارسیش علم نفی میکنه. پس علم خاص برای کی میشه؟ الله. قدرت خاص برای کی بود؟ الله. آسمانا را کی پیدا کرد؟ تو را کی پیدا کرد؟ زمین برای تو کی پیدا کرد؟ قدرت تو تصرف هم از الله، علم هم از الله. خیر لایق بندگی برای کی؟ غیر از الله دیگه کس نیست. این دلیل میشه بالای از او. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. یا مخلوق یک الله را عبادت کنه. چرا؟ به خاطری که قدرت کامل علم واحد برای کیست؟ برای الله است، کسی دیگری نداره. وای چرا پیغمبران نمیفهمه؟ ملائک نمیفهمه؟ دلیل براتون میگم. و اذ قال ربک للملائکه، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت الله تبارک و تعالی ربک پروردگار توی پیغمبر علیه السلام، للملائکه برای ملائکه، انی جاعل ما گرداننده استم فی الارض در روی زمین خلیفه، کسی را که یکی پای دیگه بیاید تشریح خلیفه را میکنیم. این دیگه نعمت است برای انسان. یک نعمت وجود بود، دیگه نعمت در زمین همه چیزا را برای تو پیدا کرد. دیگه نعمت پیدا کردن آسمان ها بود. آل دیگه نعمت برات میده. انسان خدا بشناس، انسان خدا بشناس که در بین مخلوقات تو یک امتیاز علیحده داری. امتیازی داری که اگر واقعا فرامین الله را بجا آوردی مقام و منزلت از فرشتن بالا می روه. اگر نیکی نعوذ بالله فرامین الله را بالا نبردی باز نعوذ بالله از حیوانات قدم رتبه چی میشه؟ از امو خاطر ما میگیم که هیچ چیز دیگره مراتب صعودی و نزولی مثل انسان واره نداره. انسان بسیار مراتب صعودیم داره، در مرحله میرسه که از ملائکه در بالا شمرده میشه، ولیکن نزولیش هم امو قدر است. اگر نعوذ بالله به دستورات الله عمل نکرد باز رتبهش در کجا میرسه؟ اسفل سافلین میرسه. باز رتبهش از حیوانات کرده، اولئک کالانعام بل هم اضل. باز دیگه از او قدم گمراهتر میشی. شرط است که تو انسان خدا بشناسی. اگر خدا بشناسی آلی درک میکنی مقام و منزلتی تا، و در مقابل همی مقام و منزلت مسئولیت است. هر قدر که منصب انسان بالا باشه امو قدر مسئولیت چیست؟ عظیم است، بزرگ است. پس تو انسان در این دنیا مسئولیت خیلی بزرگ داری. و کدام مسئولیت است؟ او مسئولیت است که اولا بر شخصی را که الله در زمین پیدا کرد، آدم علیه السلام، به می خاطر پیدا کرد که احکام الله تبارک و تعالی در روی زمین چی شود؟ نافذ شود و مفهوم انسانیت برجسته شود. معلوم شود که انسان کدام شخص است، کدام موجود است در بین موجودات، چه قسم موجودی است. الله تبارک و تعالی در اینجا ثابت میکنه که انسان دارنده کمالات است. این کمالات توسط کدام چیز به دست آمده؟ اینجا ما و شما را متوجه میسازه. یکی از درسای عظیمی که در این آیات ها بر ما داده میشه، کدام چیزی که سبب ترقی و پیشرفت و امتیاز انسان است؟ علم است. علم است. ما که هر قدر بدبختی ها را مشاهده میکنیم، هر قدر ناگواری ها سر ما میاد، هر قدر مشکلات در پیش روی داریم، کلش ناشی از چیست؟ جهالت. اگر مردم قبر پرستش میکنه، اگر مردم اعتماد یکی بالای دیگه نداره، اگر نفاق میکنه، اگر قوم پرستی میکنه، اگر تنظیم پرستی میکنه، اگر مذهب پرستی میکنه، کلش ناشی از چیست؟ از جهل است. از امو خاطر است که وحی اولی پیغمبر ما توسط چی شروع شده؟ توسط دعوت به سوی علم. اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. انسان که کدام امتیاز پیدا کرده؟ بی پیدا کرده که الله برش استعداد داده، قوت داده. الرحمن بگوی علم القرآن.
الله بسیار مهربان ذات است که قرآن تعلیم داد. تو انسان که کدام مرتبه را حاصل میکنی توسط تعلیم قرآن حاصل میکنی. از اون خاطر خلق الانسان علمه البیان. انسان که الله پیدا کرد آل اظهار ما فی ضمیر خدا، اظهار اراده خدا الله تبارک و تعالی برش تعلیم داده. آیات های قرآن کریم ما را دعوت به سوی علم میده. خب آیا ما همین میدان علم را واقعا گرم نگاه کردیم؟ نه. کل عمر ما تیر میشه در مسجد ما ملا صاحب امام است که فقط 3 سوره کوچک یاد داره، خیر و خلاص، دیگه هیچ چیزی وجود نداره. طبقه مردای ما علم نداره. 70 سال 50 سال 60 سال ریسفید ما در این مسجد 5 وقت نماز خوانده، خود تعالی را الحمدلله را معنایش یاد نداره. ما پشتی معنی الحمدلله نمیگردم، تعالی را یاد نداره که سلام بگردانم کدام کلمات بگویم. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اسلام آوردن بگویم، یعنی که او دعای را بکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده. ما چطور گله نداشته باشیم؟ مردم ما را ملامت میکنه تو سری ملاها میچسبی. ما ملاها زیاد میچسبیم. این ملت در تاریکی باقی مانده. این ملت بیخی آگاه نیست. این ملت قطع قرآن هیچ رابطه نداشت. مردای ما همی قدر گپ نمیدانه، زنا بیچاره خود خانه ها نشسته بود، خیر خلاص. اینی حالات است. حالی مادر بیچاری خود چرا من ملامت کنم که خاک قبر بیاره و برای من بگه که خورده است مخور؟ حالی او را چرا ملامت کنم؟ جندر از قبر کنده میاره در گردن ایمه میکنه. چرا؟ ایتا را آوردیم به خاطری که تو چیست نه؟ مرض سرخکان تو را نگیره. تامیالی را موتر در طرف جلال آباد که میره در سرخکان استاد میشانه، امونجا قبر است ریش سفید طاراقتش قطی با پیسه میخری یا نمیخری؟ برای چی میخری؟ ولی عقل کدام طرف رفت؟ از این قدر زیاد تاریکی، از این قدر زیاد جهالت، نعوذ بالله. خب ببینیم قرآن چی میگه، ما کدام طرف روان هستیم؟ خب ما عالم مولا را ملامت نکنم؟ همین عالمی که در این مسجد تیر کرده همین ملتش بوده 10 سال 15 سال 20 سال، چرا او را آگاه نمیکنه؟ قرآن برشتی درس میده؟ علم. اگر ما واقعا به کتاب الله و سنت رسول الله رو آوردیم، اول ساینسدان ما و شما جور میشیم. یقینا اگر پای در میدان علم بگذاریم ترقی از ماست. خب ما نمیکنیم، قدم نمیگذاریم. با کتاب الله که ما را تمام تعلیمات نشان میده، فقط یک کتاب ثواب نماز دیگر خوانده میشه، مردم میخیزه دی رفت چی میکنه؟ یک قرآن کریم از اینجا پایین میکنه، پس باز این طوران میکنه، پس میبره. چی کردی؟ این قرآن برای بوسه کردن آمده؟ اهداف قرآن خب براتون گفتم نی؟ آیت با آیت که قرآن برای چی آمده بود. خیر ما دینمی حالت توقعی چی داریم؟ پیشرفت، توقعی غلبه، توقعی کامیابی، توقعی از اینکه ما باید مؤمن خواستیم. خب ما ادای مقتضای ایمان نکردیم، ما به مقتضای ایمان عمل نکردیم، از همون خاطر ما ملامت هستیم. سایکو دعوت قرآن آدم علیه السلام برتریش و مستحق بودن خلافتش در روی زمین توسط چیز حاصل میشه؟ توسط علم حاصل میشه. اول درس است بری تو که ای مؤمن میدان مبارزیت علم است. علم توسط علم تو مقام و شرفی تا بالا ببر. واقع علم تو رس. چرا؟ به خاطری که توسط علم همه بدبختی ها از بین میره، همه ناگواری ها از بین میره. علم است تو را در یک سرحد میرسانه. الله تبارک و تعالی میفرماید برای ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. الله چی نیاز داره؟ به اینکه مشوره یا سوال از ملائک بکنه. مشوره و سوال از کسی خواستن از دو وجه میشه. یا است که جوانب قضیه برات خوب واضح و معلومدار نیست، از همون خاطر تو از دیگه مشوره طلب میکنی که امی جوانب قضیه خوب واضح و روشن شود، مبادا در اشتباه واقع نشوی. از همون خاطر الله تبارک و تعالی دمینجا برای ما تو تعلیم میده که انسان تو علیم نیستی، تو ضرورت داری، تو روز به روز ترقی میکنی، ذهن تو انکشاف پیدا میکنه. یک نفر که قبلا از تو یک تجربه را کرده، ذهنش خیلی قوی از تو کرده، برای از او معلومات است، از او باید معلومات بگیری. خود مستغنی نکو. کل کار زندگیت به مشوره باید باشه. مشوره باید بکن.
این برای ما تعلیم است، وگرنه الله هیچ ضرورت نداره. جوانب قضیه به الله کلش معلوم است یا نیست؟ کیف کان یک موضوع و حادثه به الله معلوم است. چرا از ملائک پرسان میکنه؟ دوم، مشوره وقتی صورت میگیره که دمو مقام و منزلت امی افراد برابر باشه، یکیش بدون دیگهش فیصله کرده نمیتونه. در پارلمان کلی امی مردمی وکیلا موجود باشه باز یک قضیه حل شود. ولی اگر 100 نفر در پارلمان وکیلا نباشه، دیگه 100 نفرشان بیا و یک موضوع را فیصله بکنه، 100 نفر دیگه سرش اعتراض میکنه. کلی ما وکیل هستیم، چرا بدونی ما همین فیصله را کردی؟ به این خاطر تو مشوره از او میگیری که خفه نشوه و ما مورد ملامت قرار نگیرم. قطعی الله تبارک و تعالی کسی برابر است؟ که اگر الله مشوره نگیره کسی سرش انتقاد بکنه میتونه کسی؟ خیر، چرا الله به ملائک میگه؟ دو نقطه است، دو درس است. یک درس به انسان به بندگان خود تعلیم داد: ای بنده ها، زندگی شما قدم به قدم به بنیاد مشوره باید پیش بره. چرا؟ به خاطری که معلومات شما ناقص است. وقتی که معلومات چند نفر یک جای میکنی، این معلومات بسیار چی میشه؟ وسیع میشه، این بزرگ میشه. در شق طب از دکتر مشوره بگی، در شق انجینر از انجینر مشوره بگی، در شق معماری از معمار مشوره بگی، در شق دهقانی از دهقان مشوره بگی. چرا؟ الله تبارک و تعالی استعدادا را یک رقم خلق کرده یا متفاوت پیدا کرده؟ متفاوت پیدا کرده. در یکی میل یا رغبتی یک فن الله برش داده، در دیگه فن برش داده. از همون خاطر انسان ضرورت به مشوره داره، چون که گوشه های زندگی انسانی هم متنوع است. ما عالم هستم، خود عالم معرفی میکنم، ما به انجینر ضرورت دارم. وقتی خانه مندازم نمیفهمم دروازش در کدام جای بره، زینش در کجا بالا شوه، در کدام طرفش آشپزخانه شوه، چه قسم دیوال چند سانتی گرفته شوه، معلومات ندارم. ضرورت دارم و امی ضرورت ما و شما را با هم چی ساخته؟ یکی با دیگه مرتبط ساخته. یک حلقه بزرگ است که در بین کل افراد بشر الله تبارک و تعالی وصل کرده و کلگی یکی با دیگه وصل هستیم، یکی به دیگه محتاج، یکی به دیگه محتاج. ما مستغنی نیستیم. از او خاطر الله الصمد است. الله چی است؟ خب ما بی نیاز هستیم؟ نیستیم. تو باید قدم به قدم مشوره، و مشوره بزرگترین چیز است. در هر معامله شما مشوره بکنید، قطعا ناامید نمیشه. الله در یک موقع میرسانه. حتی اون قرآن کریم مسئله جدا کردن از شیر هم انشاءالله پشت سر میاد آیاتا. حتی طفل که جدا میکنه یا مشوره باید از کی شوه؟ زن و شوهر شوه. از امو خاطر در امور خانوادگی و در امور خانه مکمل باید چی شوه؟ مشوره صورت بگیره. این سبب راز کامیابی زندگی انسانی ماست. معلوم شد که کامیابی ما فقط در طلب مشوره است، خصوصا با مردم خبره، مردم دانشمند، مردمی که معلومات داره و دوستی واقعیت است. قطعی طور مردم مشوره. از جمله بزرگترین دوست و خیلی که قطعی تو همکار و همراز است، همسر انسان است. زن با امرای شوهر خود مشوره کنه، شوهر با امرای زن. او گپی غلطی که در بین عوام مشهور است که قطعی زن اول مشوره نکو، اگر گرفتی مشورهشان سرش عمل نکو، این گپا قطعا غلط است، خلاف شریعت است، این گپ نادرست است. در امور بیت و خانه ما و شما خیلی معلومات داریم، یعنی که زنا از شما سوال میکنیم سیالداری را شما خوب میفهمی یا او؟ و خیلی زیاد میفهمه، راه ها را او برات نشان میده. خب اول درسی که در این آیت بر ما میده موضوع زندگی انسانی به مشوره است. دوم، ملائک تعجب میکردن که مخلوقی از ما که معزز شاید دیگه به پیش الله تبارک و تعالی نباشه. چرا؟ یک لمحه زندگی ما بدون ذکر و تسبیح الله سپری نمیشه. پس مستحق هر نوع امتیاز ماستیم. خود زمانی که آدم علیه السلام الله پیدا میکنه و تعجب میکنه. از همون خاطر اینجا الله ثابت میکنه برای ملائک ثابت میکنه که مستحق خلافت کیست؟ آدم علیه السلام. چرا؟ اهلیت و قابلیتش داره. درس داد بر ما، درس دیگه بر ما داد که در زندگی صحیح است که یک آدم خیلی محترم و معزز باشه. در یک زندگی یک انسان خیلی زیاد پیشتاز باشه، اما اهلیت معتبر است. وظیفه یا هر گپه به اهلش بسپاره. بس برای ما تعلیم داده شد.
انسان تا وقتی که مشوره میکنه و انسان تا وقتی که وظیفه و کار به اهل میسپاره، بس خلافت روی زمین بالکل برقرار است، خلل و نقصان درش پیدا نمیشه. اگر این دو کار نشد، کار به مشوره صورت نگرفت و وظیفه به اهل سپرده نشد، باز خلافت در جای خود قایم شده نمیتونه. امروز امی قدر بدبختی ها را که میبینیم از چند نقطه است. مشوره صورت نمیگیره، میگیره مشوره از اهل خبره، از دانشمندان مشوره صورت نمیگیره. یک دوم چی است بگوی؟ وظیفه به اهل سپرده نشده. اینی حالت است. قرآن در اول آیت ها امی درس بر ما میده، برای تعمیر زندگی ما، برای پیشرفت و ترقی ما. قرآن میگه و اذ قال ربک، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت پروردگاری تو للملائکه، برای ملائکه، انی جاعل فی الارض، مگرداننده استم در روی زمین، خلیفتا، خلیفه را. خلیفه اینجا سه معنا داره. خلیفه جانشین است. برای کی جانشین است؟ برای اون مردم ها، قومایی که سابق پیش تیر شده. پیش کی تیر شده؟ دو نظر است. پیش ملائک تیر شده بوده، انسان جانشین ملائک است. یک جنیات تیر شده، انسان جانشین جنیات است. در این صورت جانشین از قوم سابق است. یک معنا و مفهوم شد. دوم، ما میگردانم در روی زمین خلیفه، کسی که یکی پای دیگه خود بیاید، یعنی حکمتا تغییر بکنه، نسلا تغییر میکنه. یک نسل میره، پدرای ما وفات کرد، ما در جایش بگی قایم مقام هستیم، ما وفات میکنیم، در جای ما کی میاد؟ اولاد ما. نسل به نسل، قرن به قرن، اینه یکی در جای دیگه قرار میگیره. دو، سوم معنای خلیفه، نافذ کننده احکام الله تبارک و تعالی در روی زمین، اجرا کننده احکام الله در روی کی؟ پس انسان مسئولیتی تا شناختی که در زمین آمده ای، احکام الله را نافذ کو، این را اجرا بکو، تو اینمی مسئولیتی تا است. اگر ما بگیم که خلیفه جانشین الله، این لغت استعمالش نادرست است، صحیح نیست. چرا؟ جانشین الله یا وکیل نایب الله وقتی گفته میتونیم که نعوذ بالله الله ضرورت داره یک جای میره، یا عاجز است که می کار انجام بده، یا غایب است. او الله نه غایب است نه عاجز است. پادشاه یک مملکت وقتی که سفر میکنه ضرورت داره به نایب و جانشین که در جای ازی مسائلی که می از ارگانا امضای شیعی بکنه. چرا؟ به خاطر که غایب است، خودش حاضر نداره، به خاطر که عاجز است، نمیتونه از اوجا فرمان بده. الله تبارک و تعالی عاجز و غایب است نیست. از او خاطر ابوبکر رضی الله عنه را وقتی که گفتن که یا خلیفت الله، ابوبکر رضی الله عنه سخت انکار کرد، سری اون نفر گفت نگو یا خلیفت الله، بگو یا خلیفت الرسول، خلیفه پیغمبر بگو، خلیفه الله نگو. از همون خاطر در بعضی تفسیرها که کلمه نوشته شده جانشین الله، این کلمه درست نیست، این استعمال این کلمه درست نیست. چرا؟ کسی جانشین الله شده نمیتونه. الله نه عاجز است و نه غایب است. خلیفه سه معنا پیدا کرد، یا است که قایم مقام قومی سابقه است، قومی سابقه یا جنیات یا ملائک، یا خلیفه ایمانا یک قوم در جای دیگه قوم، یعنی یک نسل در جای دیگه نسل آمدنی. سوم معنای خلیفه چی بود؟ نافذ کننده احکام الله. قالو گفتن ملائک اتجعلوا فیها، آیا تو میگردانی الله فیها در روی زمین، من کسی را یفسد فیها که فساد میکنه در روی زمین، و یسفک الدماء میرزانه خونا را، و نحن نسبح ما به پاکیات میکنیم تو را، و بحمدک بامرای صفت و ثنای تو، و نقدس و عقیدم داریم به پاکی لک برای تو. دوم ترجمه، و نحن نسبح ما پاکی بیان میکنیم از تو را، بحمدک بامرای حمد و ثنای تو عالیم، و نقدس پاکی تو را بیان میکنیم لک برای تو، در آینده هم پاکی تا بیان میکنیم. دو ترجمه. سوم ترجمه، نحن نسبح ما به پاکی بیان میکنیم، بحمدک بامرای ثنای تو، و نقدس پاک میسازیم امی سرزمین لک برای عبادتی تو. این سرزمین از هر نوع گندگی و پلیتی پاک میسازیم، محیط سازگار برای اجرای احکام تو میسازیم. اینجا نقدسو بازی معنا داره. هر سه معنا درست است. ملائک چطور هستند؟ قطع آدم علیه السلام حسد داره قطع می شخصی را که الله پیدا میکنه، و چرا غیبتش میکنه؟ غیبت خو ناجایز است، او خود تزکیه خو نارواست در دین که یک آدم خود بگه که من اینطور هستم. دو امر مرتکب. ملائک خو مخلوق الله است که نافرمانی الله را، معصیت الله را نمیکنه، و اینجا هر دو گپ کرد. حسد قطع آدم، غیبتش کرد، و خودم پاک تراشیدن. جواب برش بگو. ملائک در اینجا
منظورشی نیست. درک کردن که الله تبارک و تعالی خلیفه جور میکنه، در صورتی که ما را خلیفه نمیگیره حتما در حکمت های بزرگ است. منظوری ملائک اعتراض نیست بالای الله، منظوری ملائک حسد قطع شخص نیست، منظوری ملائک غیبت شخص نیست، منظوری ملائک پاکی بیان کردن خود نیست، منظوری ملائک طلب کردن حکمت خلیفه ساختن اینمی آدم علیه السلام است که یا الله زمانی که این تو خلیفه میگردانی او ما را نمیگردانی این خالی از حکمت نیست. از او خاطر ما معلومات حاصل کنیم که چی حکمت است که ما خلیفه نمیشیم و خلیفه میشه. از او خاطر است که الله تبارک و تعالی برش ای رو وانمود میکنه که شما اهلیت خلافت در زمین نداره و آدم علیه السلام اهلیت خلافت در چی؟ اینمی موضوع شد. اگر کسی را در کدام منصب و پست مقرر میکنی کسی سر انتقاد و اعتراض کردن نمیتونه. چرا؟ اهلیتش داره. چیش داره؟ اهلیتش داره. بس وقتی که اهلیت داره تو مقرر میکنی دیگه اعتراض نیست. چرا؟ او صلاحیت و قابلیتی انجام اینمی وظیفه را داره و تو نداری. چقدر یک درس عظیم است. تو نداری خلاص انسان قناعت میکنه. انسان قناعت میکنه. آلی نمیخواه که نه یک دیقان تلاش بکنه بیا بگوه که من نه در جای دکتر صاحب من میشم، امی چپنی سفید من میپوشم، امی گوشی را من در گردنه که خود مندازم. چرا؟ اهلیتش نداره. اهلیتش نداره. بس کل اینمی مراتب در زندگی دنیا با اساس چی بوده؟ اهلیت بوده. بس که با اساس اهلیت شد جنگ و تنازع ختم شد. دیگه کس تنازع نمیکنه. زن نمیگه که نه من مرد باشم. امروز که دنیای غرب تلاش کرده که میخواه که زنا را قطع مردا یکسان بکنه. نه. مؤسسه